بالوتلی بازیکن سابق تیم ملی ایتالیا گفته که بمیرم هم به ایران نمیروم، فقط بازیکنای درجه 5 میرن ایران بازی میکنن. یه حرفایی میزنن آدم ناراحت میشه. خدا وکیلی فقط بازیکن درجه 5 میاد ایران بازی میکنه. ما انقدر بازیکن درجه 6 داشتیم اینجا، بازیکن درجه 7 داشتیم. تمیروف یادته ما یه تمیروف داشتیم فقط دکمه شوتش سالم بود، یعنی شوتر رو پر می‌کرد، ولی بعضی وقتا اصلا برعکس می‌زد، یعنی حتی جهتش سالم نبود که ما بگیم رو به دروازه بزن، فقط شوتش این درجه 7. ما شهروند درجه 8 داشتیم. مثلا ما یکی رو داشتیم دیکارمو، اصلا شهروند درجه 8 بود واقعا بدون شوخی. پس ببین این حرف که فقط بازیکن‌های درجه 5 میان تو کت ما نمیره. کسی که فکر میکنه فقط بازیکن‌های درجه 5 میان تو کشور ما فوتبال بازی کنن، تا 5 فقط میتونه بشمره. بعد یه صحبتی هم با آقای بالوتلی دارم. ببین دوست عزیز، شما از چالش میترسی. تو ایتالیا